زنا حرام است، رابطه نامشروع حرام است، عاشقی حرام است، بدیلش چیز؟ نکاح است. نکاح بکن. یک بنده چشم خدا نامشروع بند کنه، میگه می قلبم شهوت خدا بند میکنه، هیچ شهوت تحریک نمیشه، هیچ انگیزه پیدا نمیشه. انگیزه گناه، شهوت، زنا چیز؟ شنیدن و دیدن. این دو نباشه حالا یک کسی برای کسی گپای شهوتی را نگویه و نبینه، هیچ وقت تحریک نمیشه. میگه وقتی که انسان چشم خدا آزاد کرد، هر چیز ایران ببین اوران ببین، باز قلبم شهوت خدا چی میکنه؟ آزاد میکنه. وقتی که به شهوت رفت، به زنا عاشق شد، میره حتی سر از او حمله میکنه، او را نمیخواد، اختطافش میکنه، یک چیز به مرگ منجر میشه. پدرش از ناموس دفاع میکنه، او را علی ناموس خود گیر میکته، مرمی میزنیش.